تانی از مرا پوشیده از کجا میدنی خوب. نه خب مثلا جایی که بری سلام علیک کنی مردم لذت میبرن. مریض نشم. نه بابا اطراف خوبن. نه الکل. الکل دیگه این. اگر که الکل داشت معتادا سلامتی میگرفتن، اینطوری هم خوشبو میشدن هم میزدن. الکل نداره، بزن راحت باش. دو تا پیس ها؟ بزن ولی پیس مردانه بزن دیگه. تو رویش رو طرف گرفتی مگه ما اسبیم؟ نیه نه. کو بیار جلو. قشنگ جلوی دوربین اگه گرفتی ما این عطر میبینیم که داخل مره ما قبول داریم، در غیر اون صورت قبول نمیکنیم. دان مرا میگرن مردم، دان مرا میگرن باز خوب نیه. بابا این چیه دیگه عجب آدمه. نه خب تو یک ران بردی. آقا حول الله. بزن یک پیس بزن دیگه بابا، این کارا چیه خدای. عطرش هم پیس خوشمزه معلوم میشه. یک پیسی ولی درست حسابی دیگه. نه نزنی و طرف و طرف. مگه نزن توش یک چیز داره. نه داره چیز حرام. نداره عطره. سلامتی بگیر مقصد اول. چرا؟ بزن دیگه بابا منتظریم. کو ببینم این راهشون هم طرف دیگه جای نره. ما مفهم خدایی. سیکو کج گرفتی طرف این طرف کچ گرفتی. نیه اینه. تو اینه نگاه میخواد کو. بگیرم. خب نه دیگه نگاه کو اینا دو طرف ماره. این طرف کورنر ماره. خب او را صاف بگیر در وسط برابر کو و عطر هم مستقیم بگیر بزن، ما قبول داریم. برو. نه نگاه که کج هنوز یک کم عاطفه خدای نکن یک کم کج. چشمای تو نه اوکی کجه، اوکی. چشمای خود تو کجه. انال صاف شد. رفتی پایین یک کاری کردی یا ولی خب برو. چیکار کردی تو؟ ما گفتیم پیس بزن. خر میدن. مگه 90% راست میگه، 90% الکل داشت. الکل داشت؟ الکل خورده بودی تاری؟ از کجا فهمیدی؟ نه از الکل نیده. خب بار سعیه دیگه چی ببین دیگه مقصد. خیلی بیشون. کلا رفتی طرف طرف. خب من چقدر مهربانم خدایی، چقدر هوای تو ندارم. جانم. ام امش رو یاد خو نگاه کن. عطر که خوبه و خدا. خوبه. بعد که در فکر چیزی خوبه که من عطر ندارم در خانه وگر نه. بر گم شو، عطر داری خوب شم داری. ندارم با مرد باید بوی معرفت بده، این هیچ وقت باید نره. عطر اینا مال بر گم زنایم. شو. نه بابا بذار باشه. باشه کیف کو. دنیا اینا یک بوی دیگه گرفته پیشت نه؟ اینه من در خود گل خریدم رضا. اوه بشک. خیلی خود دوست دارم. خیلی ساده ای خدایی. چرا یک روانشناس میگفته خودم گل بخرید. او یا باباش گل فروشی داشته یا دامادشان یا برادر خوردش، یا که شغل دوم خودش گل فروشی بوده. باور کن. کی گل میخره؟ اگه اون باغماق پیدا کو دوزی کو با بکن. نه داره گلای قیم خوب شکست بود. پیدا نکردی گلای جایش. جالب نه سر نخوره میکنه. چی؟ سرت نخره میکنه. اوه خب. عجب. ما یک دفعه قسم کرده بودم یک دانه عطر داشتم خورد بوده 50 میلی بود داخل تشناب. یعنی اون اندونزی تشناب و حمام میشه یک جای. خب او افتاد دیستیم معده شد شیششی تا یک هفته اینقدر بوی خوب میداد کل فضا را نورانی کرده بود. آره خیلی حال گفته میداد. بودی مارکم بود 100 یورو خریده. نه کادو بود نه. طوری افتاده بود خدایی ما رفتیم کیف میکردیم اصلا. یک حالی بود. 20 تا چیز فرستاده نداشته پرفیوم فرستاده عطر فرستاده. بگه برو قم داری تقمقل سر مقصه که تو همه در من جرمه بکنی خجالت نمیکشی؟
نه آی پیدا خدا. پاپچی چیه تو رو گیر کنم فست میکنم. ای خنده. اگر سرور اروپا گیر نزنی تو اعلام میکنم هر کی همین نفری اولی که در رضا گفت میزنه رو در ایران گیر کرد مصطفی بهار چه اینی میره فست کنه مرد جریمه کرد. خود چرت خراب نه. کدام عطر خوبش است؟ عطر؟ من عطر شناس نیستم برو ندارم واقعا. مرد باید بوی معرفت بده. برو اصاره. خاله مرد عاطفه چلنج هستی درای منم خاله آجیتی قم دارم من نام دارم. عاطفه یک سوال اه. خدایی میگم من هیچ یور منظور خوبه ندارم خب کلا کامل اه، اگر مثلا چرا مثلا یک دختره که خاله بگی ناراحت میشه ولی مثلا یک بچه جوانه مثلا کاکا یا ماما بگی ناراحت نمیشه افتخارم میکنه خیلی یک گپ خوبه. خاله آدم فقط مثلا بچه های خود آدم دادم خاله بگه یک نفر دیگه از سنش 2 برابر سنی از من مده نه من میگه خاله خب اشتباهی که. میشه نه مثلا بعضیا خب نگاه کو احتمال داره که مثلا چی رقم بگم خاله یک انسان خیلی سنش کمتر باشه از خودش میشه یه دیگه. هسته خب من مثلا میگم بچه های مثلا خواهر برادرای اینا خورم میگم من نام مر صدا کنن چرا بخوان خاله چی بگن. میگن عاطفه خطر؟ آتی میگن. دشاتی دشاتی. خب جالبه والا. نه تنها تو نیست خیلی من دیدم واقعا ناراحت میشن ولی من نفهمیدم هیچ وقت دلیل این ناراحتی چی بوده. سوال بوده میشه بله. خوب نیه واسو خوش دل تو رو بیا کس بگه دایی خوش نیه آه ده من و خوش ندارم خدا کس من خاله بگه. من فرق نمیکنه دایی خوبه خب دایی که بگه یعنی که دیگه نمیتونه فوش بده فوش ناموسی حداقل نمیتونه بده چون که برگشت میخوره در خودش. خب کسی که فوش بده ده قصه شده فوش بده در صورت یکم پیچیده میشه ولی خب واقعا که مو زیر سینیم از خاطر خاله میگه چی بگم به خدا شما بچه ها هر چیز من رو گفته رفتید دیگه من میتونم مگه جلویشون رو بگیرم. خب صادرزاد گلونه زنده باشی تشکر عزیز. تام فورد گفته خیلی خوبه. بچه دمتان گرم اینه دیگه تقریبا آمادگی یک مجازات دیگر هم بگیر. برو غم در نه 1000 نشد. حالا دیگه بود یکیش بود دو تا دیگهش نبود. هیچ نبود کدامش رفتم نبود نه. دروغ می چرا غمگین شدی چرا گفته غم در اون خوینیر مو بردم اینا تور جریمه میکنم عجب. کل برنامه ریزی این به هم ریخت اینال من ده خود جریمه توی برنامه ریزی کرده بودم خواستم تو رو ناراحت شدی. آره خب خواستم تو ای جریمه خدا کنم غم ای دارم خدا. یک جریمه که کدیر پس بگیرم از تو دیگه ده قصش نیم باختم هم بامبو باز میکنم یک جریمه خب پس خب بگیرم وینار گرفتیم در بچه ها گرم گفتم یه آهنگ کی یک بار بود پلی کو در هایدا سندون هم دارم داستان نوشتی برای من این نام آهنگ کل آهنگه. ایران رفته بودی نه ایران نرفته. اوه من چتیم چرا اینقدر بزرگ شد عاطفه خودم نیستم دیگه. ایره بیزنی آها این کش توری بکش روی صفحه. نه نبودم چند وقت بچه امان چه بنویس ولش کنید بچه آهنگ میخواید چیکار به خدا من خودم سردردم سرم داره میترکه قدم سردردی هم صدای عاطفه رو داریم تحمل میکنیم دیگه واقعا عذاب حلقه نی ناراحتی انگشتره چرا و اینا مو بردم تو را جریمه میکدم خیره و جان جور باشه. جریمه به فکر هم رخت. فکر کو کیور جریمه کردی هستن چی نه خود کلان که ما خورده من نستمش توی گلون من
خود تو مزه زدی کدیش؟ نه شکلات دارم. ای کارت پخته یا مزه رو زدی خدایی. تشکر. تشکر از دمتان گرم. کدوم گفته استاد 3 سال لایف های تو رو میبینیم یک آهنگ پلی نمیکنی. براد ما به خدا آهنگی آهنگ از این بر نیستم. نمیشنون نه. نه به خدا صدای کمه. خدا رو شکر نمیشه. من زیاد آهنگی نیستم دوستان. ازای غمدن لایف می بگو چند ساعت منتظرم. لایف فردا میایم دیگه جیگر. حالا برو خواب خیر سوام روز خدایا. دمت گرم عزیز تشکر. صد جایت فکر خالیه کنم نمالی ایرنگل هستیم. جریمه شروع این دفعه. خوش باشی عزیز خوش بگذره در ایرنگل برای دو وضعیت خرابه فکر کنم ها. Thank you امید مرسی. تشکر. وقت نداری خودی. سلام حاجی سلام. انالی چند شدیم؟ 2-0 2-1. یکی تو دو یک. بردی یکی ما بردم. یکی تو بردی نه انالی من ما 3 تا دوباره. نگاه کو 4-1 اگر درست بخوایم فکر ریسا کنیم. از 3 تا هزار من مادر. بردم. 3 ریسا تا نه کسیت. یکی 3 ما تا بردم باز تو بردی که من خواستم اف بستری بود چی بود؟ خب. برو صحیح من قبول دارم. نه آدم نامردی نیستم. 4-2 تشکر گفتن امید مرسی. علیزاده گفته 4-2 داور داره بازی یعنی چی. برو بینیم بابا علی زاده. 4-2 هستی گفته. عشق من هستی رضا جان. تشکر. خیلی بد سردردم نمیدونم چیکار کنم والا. آره ایره ببرم جزایی میشه. اگه او اسنایپ نکنم ما بریم 100%. آهنگ حبیب رحمان بذار. من سرچ کردم نمیره حبیب رحمان گلونه را. آب بخورم دارم به خدا پسانتر برم جیم یک 5-6 بوتل آب میزن. امروز از خواب که بیدار شدم سردرد بدم. مگه جزا میشه با سردردت مرن. شهرتون دکتر داره؟ شهر ما دکتر داره براد ولی اینجا دکتر بخوای بری میگن برو او بخور برو استراحت کن. اینجا همه ریزا دکترم. حالت بله خراب شد یکم. رنگوریت پرید. من کار خود کردم دیگه ای خب چیزا دیگه مشکل این چی کار ندارم. خودت کنه. من 4-2 دیگه چی ناراحتی برو داره. برو بخس. چی بخس 4-2 چهار اذیت دو نکن لطفا. نه جدی بگم سردرد ها. میکنه. من از تو بدتر سردردم. باش یک تا نزدیک گرفتم نمیدونم چیه ایره. بعد از اینا ما رفتیم دختر بازی یک زمان یادش بخیر. جزا. خب ریزا بگو برو یعنی پیس پیسی کسی برای چی هست ریش. اینجا کسی اینجوری چیز میکنن باز باد میکنه سفید ریش و قچه میزنن. ندارم به خدا. برای گمشه اون برو اون همون. مال ژیلته. برو من چیز میزنم. بخس بخس بخس. بگو من میارم تو من رفت داشت بس خانه بگو. ندارم رمزو خدا. بیار. ما کار ندارم برو بیا. دارم قسم مخورم ندارم. داداش تو داره شاید. به خدا نداریم. اون مال چیزه کسایی که قد ژیلت میخواین بزنن مو ژیلت استفاده میکنیم مالی روی نه چیزه خب من کار ندارم. ما ماشین ریش داریم که چیز ستیق از این ستیق های برقی او یه چیز نمیخواد. به خدا راست میگم. برو یک بغل موی خورو بزن. کردم. ریش خندی میکنه دیگه راستون. بخس. بابا اسکورت سه کو 40,000 400,000 خو نیستی 4,000. 4,000 اسکور با ارچ نباشه از 1,000 از تو بالا بود. سالگی نکن. برو دیگه بخس.
بابا یک مجازاتی بده از شدن باشه خدایی. برو پس چیز کو زرچوبه او کو یک زنیجه خود یک زنیجه خود برو او در درون تم اشکال نمیرسه. این نامردی واقعا. برو خواب برهمان گلونه خواب برهمان. خوب مجازات داریم. اتکلان نداری؟ تویش اتکلان هم بزن. اما کلون چیه؟ تشکر. کلون نداره. راست موگن رضا دو تا گزینه مگو خود اما تو یکش اولی رو قبوله. انتخاب کن. بگو. دومی هم سخت نیه. خمیر دندون میری دور تا ها؟ دور دان خود دلابای خود میزنی سیبیل هم جور میکنی. همین که قبول دارم. زرچوبه رو باید خمیر جور کنی ها. خمیر؟ آه باید سادگی توی نکن. نه توی آب باید حل شه. او باید مثل خمیر شه بزنی. حالا دیگه یک کاری میکنیم دیگه با هم برو دیگه. اونطوری بدون چیز بخوای پودرش بزنی او روی نمیوای نمیسته. نه او میزنم اول باز زرچوبه رو میزنم ده. نه بگی خمیر جور کو. خمیر جو که من این نانواییه چی میگی؟ آره بگی اوکیش کو. او قهوهم نه او بخو یک چیز زرابان ده آخرش یک زرابان بخو کامل یک زرابان مسخره. او هیچ وقتی رقم نخورید بچه نمکن. سود باش. ریختم میشه. یک زرمان بره آه زرچوبه بس ریزا بله. نه کمر هرس نکرم خب قمیشم اینه دیگه ای از این زیادتر. داره استاب من خورد میکنی. بگی زرچوبه بریز داخلشی چقدر بریزم؟ نیست یک چهارم شده بریز. هنوز نریختم دارم بوی میکنم. تو این زنجفیل نیه این زرچوبه نیه. این نیه چیه؟ زرچوبه فکر دید دادن والا همینه دیگه. روش زیاده. thank you. آه چی دودی میکنه این. برو خمیر بخورم در جایی. نه برو یک جوری چیز کو توی روش بیچسبه او چیه تو. نمیچسبه ای از چسبیدن نیست اصلا خدایی. میگه زرچوبه نیست. یک ذره دیگه هم اوش رو کم میکردی. زرچوبش کمه. چیزش کمه. صدا ضعیف میه. صدای من؟ از مرم میگه از تو نمیگه. ما فکر کنم این نمیگیره خدا. بابا من خمیر آرده مگی. اگه او کم میرختی میگرفت. کم بودوش. این حال بزن داره. ساده ای تو خدایی. من تو عطر دادم تو دم این بگو میندازم دور دیگه خلاص شد من دیگه. 2 دانه میدان بردم تو یک میدان. برو کار خلاص کن. بزن داره خواهم. بیستاد نخوری مریض میشی. تو رو یک کمی مخورم در جایش. داره بزن ده کمای خوده. چی مزه میده به نظر؟ مزه خاصی نه. چی بویش خیلی بده. پست صاف شده ها. رضا چی میزنی؟
گفتیم از همینا دیگه، از همین آتاشخالا بچه چند وقت لایو وید تیک تاک ماست بود که پیاز بود که اصلا یک خمیردندان بود. خب، زود باش. آماده این میری ای اصلا ای فکر ای اصلا نمیچسبه. بگی ددیس خوب بگی سر اینطوری کو. کثیف کاری میشه والا بریم. شما رو ببرم جایی که نباید ببرم. اوه 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 اوه. آماده ای؟ چه کو پیرن کلا چیز شد تر شد بیشتر. آماده هستید یا نه بچه ها؟ آره بزن. چی رقم بزنم؟ ددیس خوب من داره خوده. این خدای نگاه کو. خب ما گفتم باید زیاد اوش کم باشه چش زیاد باشه تا حالا بچسبه. بارا دیگه میزنیم دیگه دیر شده. موشورم بخیر روی خوره قدرزی قبوله؟ بزن مثلا بگم این زرچوبه هم نیه، این کاریه، زرچوبه شکلی نیه. من خر نیستم، من آشپزی میکنم، زرچوبه نیه. اونو کته کته و زرچوبه حل میشه، اینجوری نمونه. این کاریه. با خدا نمیدونم توش چیه دیگه کاری چیه؟ ادویه دیگه کاری. چی میگی با خدا ما دزی عزیز دیگه میندازیم این برو کلا. برو بزن داره خیره. کاری کاری چیه؟ کاری بچه بود یک نفر که خیلی کارگر بود میگفت کاریه. خب بچه خیلی راحت اول باید موی خود بسته میکردم. این زرچوبه نیه ریزا. چیه ای ما رو پس؟ زرچوبه میزنم، این زرچوبه نیه. چی هسته خب پس؟ این ادویه دیگه، چند تا ادویه قاطی میکنه. این ادویه دیگه زرچوبه نیه. پستیم داره موسوزه خدایی داره موسوزه. آنه گوشکی رو مفتاد چی بعد موسوزه. اوکیه ناله. بس برو. خیلی داره موسوزه خدایی. بس برو. برو نشوی. صدایم داره بک میده. اوف آخ. فکر کنم آتیش گرفتم. هدفون خوره بزن. اینجا تمیز کن من دارم. گوشی رو خراب گوشی. نزنید از اینا در روی خدایی بعد موسوزانه ها بوشیرم خلاص. گوشی هدفون خوره فقط بزن و عوضی در نار اوش اوه 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 اوه. ولی احساس میکنم آسمانی شدم خیلی فکر میکنم. نه بچه من هدفون خورده در بیرون با ریزا صدا خراب میشه. مجبور شدیم امروز هدفون زدیم. یک دقیقه من گوشکی من بخیر. حبیب رحمان گرونا حبیب رحمان شیال خدایی عاطفتش کی قد برحم شدی. برای دیگر خیال من راحت شد. پست با خوب شد خدای نه؟ تو بعد این قدر مسخت فقط بگو فلفل زدی ده چند وقت لایو چیزت ده نمیدیم کلا چای من پریده. چیزات پریده. آبونیت های من پریده. چینکی سبا بچه بخیر جانت جور بشه خودت نپری. در رحم نکن بزن بکشش. مو که هستیم بچه نگاه کنید تفاوتی
انجام دادن مجازات من عاطفه دیگه. من مردانوار انجام میدم ولی عاطفه که از یک پس چیز اونم همه رفت بیرون خدایی. سلام دوباره. تا پوست جلو پیدا کرد. بابا داشتیم مردم میخواستیم زنگ بزنم یگان تو بین من جمع کنن خیلی بد مسوخت. امیر اوس کنیم من یک آهنگ بانم زمزمه کنم. بخیر گرفت دل من. چی میکشی استریم میکنی همین هدفون در گوش؟ کی من؟ تریاک این سنتیم. بچه ها لطفا امی ویدیو کشتم لایک کنید لایک کنید تینکیو. صفحه فریز شده چند وقت نه لایف اومدیم نه ویدیو اشتم. ندونسته دلمو به غریبه سپردم اون غریبه رو ساده شمردم گول چشم سیاهش خوردم ندونستم. خب ای بابا همه چیز آوردیم دستمال نیاوردم. ماشین جدید تبریک تشکر هزاران مرسی. تا خریدی؟ یک از دوستان به نام هادی دامین اوه ماشین جدیده رو گیفت کرد. خب تبریک. تشکر. من میخواستم بزنم برای تو حیف شد. خیره بزن. نه دیگه ول کن. دوتا رو خواهی چیکار؟ 3 کارته؟ 3 کارته؟ آره 6 3 کارته کارت میزن. 3 کارته چه جشکو 3 کارته چی رو بزن ماشین میامار کس نامش چی همو؟ او رو ده تو هیچ چیز دمه گیفت نکده چه خیلی نکردم؟ رفیقه نه اوکی کدام موتور رو بزنم؟ موتر مرد تیر است تو ده موتر چی ده اونو گیفت جدیده رو ده اون گیفت جدیده دختره که آمده اونو رو ده اوکی آره. رویم هنوز داره میسوزم خیلی دارم خود کنترل میکنم به خدا. بعد سوخته نگاه سرخ شده پستیم دیدم آیفون شه. جدید رو نگرفته نه آره آی خدایا چی اشتباهی کردم. تو اینی هواپیمای چی رو گرفته نه هواپیما چی؟ هواپیما صورتی 9K رو گرفته نه 9K که هسته 9K چی؟ 9K یوسی که هسته 10K یوسی که هسته او فکر گرفته کنم نه آه. خواستم دید بزنم دیدم گرفته بوده رفتم روش که بفرستم دیده بود زده بود که من یک دانه زده داره نه آلدی گاراژ دیگه جای نداره نفرست به دشت نیوانا. آره بان یک گیفت دیگه باز خوش کنم دید میزنم تو خجالت نمیکش نفر 12 چکنه اسمی من چیکن چیز میزنم از این مرغ و خروس و مرغم نمیزنی مرغای خود دید دقل من مسابقه در میخوام رقص و لوبی رو بگیرم و خدا برو میزنم مرغ میزنم این بار کفتر مرغ ده حیوانات قوی هم ولی شرمر نه پرنده ها مثلا سلام ازم کفتر و مرغ و نمیفهم بودنه من از چهارم چیزا که هستم آره از حال چهارم تشکر لوب هستم مرسی بچم نه در تیک تاک نمیگم توی مسابقه چکنارم مم. خب او خب را من دفعه پیش رقص گرفتم ها رقص دوست میده؟ رقص دوست خور جوجوره پیش خوشان استکدم به خاطر رقص خب نش گفتم بیا پارتنر شی بیست فرند به خاطر رقص گرفتم مگه خوب مگه به خاطر رقص بیچاره خب خب خوبش آیدی من توی پروفایل من اوه فاتی گل زده بریم فاتی واقعی یک فاتی فاطمه هم اصلی گل زده مثلا نمیدونم دیگه اصلی بود دیگه شد خدا بفهمه. خیلی قابل قدره این شیرها ارزش داشت بریم این گل
خب 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 چیکار میکنی؟ من برم یک دکتر برم خدای هنوز دار موسوزا چی داشتگی؟ موسوزه؟ تو ماسکشو میزنی؟ پستت نه، موسوزه؟ من یک دانه چی میزنم؟ یک ماست با زرچوبه و هم قاطی میکنیم، باز میزنم در پوست. خب میگفتی من جوجو ماسک دختره، میزنم. البته بچه قشم منحرفه، فرنده دختر من. جوجو ها؟ من اکانت خور جوجو نشته بودم، الوش تا قبلا نامش چه پله بود. جوجویی که بچم باشه و از دختر چیز کمی نداره به نظریم. چرا؟ خیلی نام خوبی نیست جوجو، یعنی چی؟ جوجوق نه. نه جوجو. 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 در محله ما که می بود جوجوها رو بوس میکردن تو. کجا هستی جوجو؟ دختره، نه پسر خب نه. بچه اگه می بود مثلا هم کلاسی بودیم. خب سعی عاطفه من برم یک کمی ورزش کنم، بعدش هم شب یک جای رفتنیم دیگه. وقتت خوش دیگه، شبت بخیر. وقتت خوش، خدافز، شبت خوش. خداحافظ دیگه. خدافز. خب از زایده شهید راه چالنج تیک تاک نشیم آخر. بلو گیمینگ 20 و چند سال، 26 سال کدابرو زندگی کرد، آخرم خدایی سرخ شدم. نگاه پوست صورت سیکو، پوست دیست سیکو. بینید کلان شده گفته. با شیر بشور. اوکی برم موشونم نگالا ببینیم چی میشه. من رفتم ورزش بچه، وقتتون خوش، مواظب خودتان باشید دیگه. تو رو گفتم نکن. والا دیر شد دیگه، کلم شدیم خدایی. آی خدایا چقدر خسته. امروز یک ویدیو بانم کرده، سیکس پک یک عکس بانم بکشیم بالا. نه بابا ولش کن. مقصد در چیز خوب. نه پیران قد کلان هسته این دو بس لارجه و بچه وقتتان خوش. بریم، من برم ورزش، شما برد استراحت کنید. میبینم اتان دیگه جان مسید در پناه حق باشید. خدا یارتان، خدا حافظتان.